من و تو دو ناشناس. من یک صدا هستم و تو یک نوشته. شاید هرگز همدیگر رو نشناسیم، اما همین که تو چند دقیقه‌ای وقتت رو به من میدی برای من یک دنیا ارزش داره. اینجا دفتر خاطرات منه و تو شنونده رازهام. از همون بچگی دوستی برام سخت بود. هر جایی میرفتم کسی از من خوشش نمی اومد. نه به خاطر قیافم، بلکه شاید به خاطر اون چه که بودم. بعدها شنیدم میگن خودش رو میگرفت، کسی رو آدم حساب نمی کرد. شاید راست میگفتند، شاید هم نه. اون روزا نمیدونستم مردادی‌ها رو اینطوری توصیف میکنند: مغرور، سرد، ولی با قلبی گرم. شاید منم یکی از همون کلیشه ها بودم. درست وقتی که داشتم فکر میکردم این هم یک سال دیگه بدون دوستی تموم میشه، سماواتی اومد. دختری که شاید هیچ کس انتظارش رو نداشت. بلندقد، لاغر و با موهای وز که وقتی حرف میزد انگار زمان کند میشد. به من گفت دوستم میشیم. اینو توی راهروی پله‌های مدرسه بهم گفت و من قبول کردم. ولی عجیبه که همون آخرین روزی بود که دیدمش. گاهی دوستی‌ها مثل یه شهاب سنگ هستند. سری میان و همونقدر سری ناپدید میشند. اما هرگز از یاد نمیرن. سماواتی شاید اولین دوستم بود، شاید هم آخرین، ولی برای من همیشه توی ذهنم موند. شما هم از این دوستی‌ها داشتید؟ کسی که مثل یک خاطره گذرا اومد و رفت؟ منتظر شنیدن داستان شما هم هستم. اینجا فقط داستان واقعی گفته میشه.